برای مایور پالکونیک پادپالکونیک گرفتن военní اکادمی خوندن در گفت. این چطور کن یک بار گنرال جوانی ارزنده میبینیمش، حالی گنرالی برای او کم است، باید او را مارشال میدادن. تاجیکستان دولتی پیشرفته و دولتی بسیار اقتصادی بلند. تو در آسیا گروه بگم چی کمک کردی؟ البته کردیم راجع به وطن. برای این وطن من وایسا شما کتی گپ زنان کردیم. من گفتم من عادی شافیار هستم. خب از زبان روسی دلنبای ایلاب کراسنایارسک ایلاب من ارخانگلسک ایلاب من در شهر تومن در نیم ماشیننده زندگی میکنم. بله. لیکن کدام شهر بر نروم در همانجا تاجیک ازبک. من حاضر از نوی اورنگای اومدم، در همانجا هم تاجیک ازبک کار از همه چیگم وزنین مزدش کم. اگر وطن نقص می بود همین مردم همینجا به نمی اومد. بله. یا گپم ناتئوری باشد منو اصلاح کنید. شما اگر در این سن سال در این غریبی در اینجا هستین، اگر هر چیزی بگین من قبول میکنم. سن سال گذشت و رفت. 30 سال من وایسا شما بگفته بودم 30 سال شده است. یک پکلین مردم گذشته رفت. حاضر من این پکلین نو جوانان همش کلش نیست. برای آنکه معارفی همون منیستروی معارفانگی ها هم علم ندارن. معلم علمش نباشد و چطور بچه ها جوانان به درس میتید؟ بله. من یک سوال دارم. خب راجع به فرزند رحمانوف. فرزند رحمانوف با من شما با گفته بودم. وای حاضر چند به در آمد؟ 25-26 من نمیدونم. وای چطور گنرال شد؟ من گفته بودم برای زبان لتینانت گرفتن 4 سال военní училище خوندن در تو. برای لتینانت بعد از لتینانت گرفتن کاپیتان میشد، ستارشی لتینانت کاپیتان میشد. برای مایور پالکونیک پادپالکونیک گرفتن военní اکادمی خوندن در تو. این چطور کن یک بار گنرال آقای سوادش نباشد چطور وای میکنه؟ یک لحظه. کامرات. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. و علیکم السلام. همین چخل گنرال شد. برادر عزیز یکمش کی برادر حسین دروغ میگه. محترم رئیس شهر 25 ساله نیست بلکه 87 تولدش الکی 34 ساله. فهمیدی یک دروغی برادر حسین است. نه این برادری که از ولایت سوقده است، از گجان است. من حال سالش نگفتم. این یک دروغی تو است. نه آخه خواهد گفتی چی خیلی یک جوانی 25 ساله گنرال شد و 34 ساله آدم ها در 34 سالگیشون الکی رئیس جمهور یک کشورن. خب چی خیلی گنرال شد؟ خان خدمت کرد در دولت، خدمت کرد دادنش. ارزنده جوانی ارزنده. این هم توز در بیرونم یک بار پره بیباد نکن، فقط آروم باش. سوال داده جواب بگوش کن. آقای حسین بفرما شما چی میگین در سوال این برادر؟ چی میگی در گفته های این؟ خان میگه مرد خان گنرال شد. در کدام военní училище خونده است؟ من میکروفون تا میکشونم بگو. برادر عزیز من که با فرزند رئیس جمهور یگان نزدیکی ندارم. من نمیدونم در اینجا خونده است اما ارزنده است. از اون خدمتایی که امروز من با چشمم میبینم در شهر دوشنبه، از اون انا سترویکایی که الکی به زمانوی تبدیل شده، از اون جاهای کاری، از اون بگیم یاردم‌هایشون که به
چه اون صغیره خونه ها و دیگر جا میکنه. من همچون یک جوانی ارزنده میبینمش، ولی گنرالی برای اون کم است، باید او را مارشال میدادن. میخندیدی دیگه؟ Маршал, за какие заслуги, как говорят. فهمیدی برادر؟ خودت چیکار کردی شب و روز؟ خودت برای فرزندات چیکار کرده که این برادر حسینی که در شمود اچکیه، خودت برای یک همسایه چیکار کردی؟ امروز شب و روز در درون ماشین خوی یک بار خدمت به وطن نکردی، برای ملت نکردی. چیکار کردی خودت برای وطن و ملتت؟ ولی من پرسم شاید که فرزندت شاید خدمت نکردی باشه. از تمام فرزندای من همش در روسیه خدمت کرده ایستاده است. حاضر یک تا خوردیم در شهر چلیابینسک خدمتنده. فهمیدی؟ فرزندا در روسیه خدمت که خون اینا و در اینای تاجیکستان است، با پیر میشن همین تاجیکستان میارند. فرزندای تو باید در تاجیکستان خدمت کنن، باید ملت تاجیکستانی باید محافظت کنن. در روسیه میرن برای کی خدمت میکنن؟ برای چه در نماندش در تاجیکستان خدمت کنن؟ یا که ننگ و ناموس ملت دوستی و وطن دوستی نداری؟ همش هست مونده. لیکن همین تاجیکستان شرایطش سال 95 چطور بود؟ چطور بود؟ من سال 95 جوانی خورد بوده، من نمیدونم چطور بود. من از زبان شما و کلان سالو فهمیدم که یک جنگ بود، یک مثل شما برین حزبیا در تاجیکستان جنگ جدال انداخته. شما سبب شده که امروز جوانا خارج از کشور رفته به مهاجرتی مهنتی. اگر شما نمیکرده جنگ جدال نمیکرده، برای چی جوانان به مهاجر میرن؟ برای آنکه کار نیست. برای که سبب اساسی شما شده جنگ انداخته، ملت خونریزی کرده، جوانا دیگر از مکتب ها دور موندن. اون جوانایی که امروز در روسیه هستن همشون تولدشون 87 و 90 هستن، یعنی که سالهای عینی که اونها باید مکتب نمیخوندن همون وقت جنگ بود، اونها نخوندن، از درس ها دل موندن. جنگ سال چند شدگی؟ در کجا شدگی؟ جنگ سال 90 دیگه تا سال 97 امضا شد. امضای سازنامه صلح شد از جانب بازم همین رحمخلی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت بود که رحم ملت خورد، جان خچ در خطر مونده، در بین افغانستان رفت، در بین اون خونخوارهایی که دیگه همون خبگو همون جنگ چه وقت شد همون قربگو بعد او دیگر در چاپلوسی نگذرده زون نمیخواد روز نکه تلاش نکه کی تودا کنی. من وقتی SSC راندا سال 90 آمدگی من یا در خب ما برادر حسین اشور یا خیلی میکنه استودیو بیرون میکنم اینجا تلویزیون سفینه و بهارستان است. من میکروفون داشتم بگذاری آدم گپ زنه. صبر کن گپ زن میکروفون داشتم. من سال 90 من سال 90 از طرفی همون کارخانه نفت‌آباد روسیه با آمدگی دوستان همون با ما اینجا مونده و رفتگی. ما رفتیم در آنجا دیگر کار نیست، بویلر را چیتیم نکردن در کار. بچه ها یا چی بودگیشه نمیداند و گو زدن میگیرن. حاضر در تاجیکستان کار هستک؟ آیت بله الحمدلله از وقتی که من تاجیکستان اومدم مدت 2.5 سال است. الحمدلله با تجارت مشغول هستم و الکی صاحب 4-5 کارخانه هستم که زیاده از 10 نفر الحمدلله که کار میکنه و معاششون هم از 50 سوم بالا است. فهمیدی؟ البته کار هست برای انسان هایی که کار میکنن. و یک سوال دارم، مال قدم نکن، یک سوال دارم خطا برادر حسین اشورو. چی به هر نفری که امروز از وطن دفاع کند، هر نفری که
وطنش دوست بداره یا از جانب شما چاپلوس گفته میشه یا اینکه در ساعت 10 شب رفته او را لط و کوب میکنن. و چی خاطر؟ از موضوع بیرون کردنیه؟ از موضوع بیرونه. من سوال مرا چاپلوس گفتی، من تو سوال دادم درباره وطن. من ای وطن بیرون نبر اومدم. آیا نفری که امروز از وطنش اومد تعریف کرد یگان گروه پس نزد، نام یگان گروه نگرفت، چی با در آلمان از جانب گروه های افراطی به حمله قرار گرفت؟ برای چی؟ از جانب کی؟ از جانب گروه های افراطی، از آن جمله حزب نهضت و بعضی از جوانایی که سابق در گروه 24 بودن. بگوی نبودن سلیمان آرزویف بود. اگر خودت میبودی خودم حمله میکردی؟ من حمله نمیکنم هیچ وقت. من جوان مردم. اگر حمله نمیکردی دیگر رو حمله میکردن. زیق نشه. دیدش مشخه نوجوان مرده. نه از موضوع بیرون نره. در تاجیکستان جای کاری هست برادر حسین؟ شما چی میگین؟ در تاجیکستان میگه جای کاری هست. با همین قولی همین شما راضی هستید؟ من هر سال اباوت میرم، جای کار نیست. کار فقط مردی کار بازار. مردی کارم لبی دریانده اثر تا بگانه میشینه. تمام. برادر حسین گوش کنید. امروز همون حالتی که مهاجرین در روسیه دارن از اون ده حالت خوب در تاجیکستان است. بله در تاجیکستان 1.5 آیلیک است، اما در روسیه 40-50 هزار است. اگر شما هر ماه 5,000 پتن 5,000 خوردن تا خانه پلیه، من حساب کردم یک مهاجر 289,000 در یک سال رسخود داره. فقط رسخود از خانهش به کارخانه رفتن، کوارتر پلی، پتن پلی، سمایلوت، در یک سال اگر 500,000 کار کنه، 500,000 کار کنه 200,000 30,000 سامانی کار میکنه. همون 30,000 سامانی در یک سال در تاجیکستان کار میکنی. فهمیدی؟ فقط مردم دیگر آموخته شدن. الحمدلله امروز جای کاری هست، کار کردن مردم. خب برای چی فکر کن؟ برای چی تکده تمام مردم در روسیه، در قزاقستان، در کره؟ برادر عزیز از نگاه اسلام گپ بزنم یا که از نگاه دنیوی؟ اگر از نگاه اسلام بخوایی، مردم یهود خداوند طعام از جنت میداد، یعنی که یگان مشکلی نمیکردن برای ریزشون نیافتن. بازم پیش موسی اومدن گفتن دعا کده ما در زمین بکاریم و بخریم. فهمیدی؟ این مردم همه بچند سر کنن همون قدر با کتگیشون زیاد میشه. و مگر در شهروندایی که در زیر خزافی بودن زندگیشون بزه بود؟ میلیون ها داشتن، نه که چیکار کردن؟ ناشرگی کردن. فهمیدی برادر عزیز؟ و امروز ملت تاجیکستان یک وطن جوان است، یک دولت جوان است. با این قدر جوانیش این قدر پیشرفتی ها داره برادر عزیز. مثلا چه خیلی پیشرفته؟ نگاه که در ساحه علم پیشرفتگی های و در ساحه بگیم آداب و در ساحه اخلاقشان پیشرفتگی های و در ساحه سطح زندگیشون پیشرفتگی های. مردم در وقتش مقصد که کم خونه های بود که در $100 $200 زندگی میکردن. امروز زندگی مردم $200-300 زندگی های، یعنی که در یک ماه $200-300 از خود میرن. این از جهت چی است؟ از جهت اقتصاد چون بلند شدن است. فهمیدی؟ و وقتای پیش اگر در شهر میگشتی همه یک لحظه، تاجیکستان دولتی پیشرفته و دولتی بسیار اقتصادی بلند. تو در روسیه گروه بگم چی کم میکردی؟ در روسیه چی کم میکردی تو؟ خب این دلیل اون است که در تاجیکستان کار نبوده، تا امروز کار نیست و مردم در روسیه میروند مهاجر میشوند. خب دیگر مسئله این، در تاجیکستان در وقتهای آخر مکتبا آماده کردگان برای خاطری زبان روسی را آموزاندن و به خاطری که مردم مهاجر بشوند در اونجا بروند، مشکلات زبان نشود در اونجا.
اینا برای خود چی شدگی است؟ مادامی که پیشروی هست، جای کاری هست، چرا مکتبای زبان شدن که اینا زبان با آموزن بروند در روسیه مشکلات زبان شوند؟ یعنی که ببین، یعنی که رحمانوف اون کسی که توی رسیده شده که اون برنامه آیندهش 5 ساله و 10 ساله برنامه ای نداره که به خاطر برگردوندن مهاجر، بلکه اون مکتبای ساختگی که اونها باید زبان با آموزشان درش آینده با مهاجرای کنیه. خب تمام خیلی سوال تا جواب دیم. گبزن این یک فکری کوچکی شما که یک نفر دانشگاه خون حتما برای کارکنی باشه یا یک نفر زبان آموخت حتما برای مهاجرتی و رفته در مهاجرت کار کردن باشه، بلکه این یک چیز هست که امروز جوانها وقتی که خارج کشور میروند حداقل زبانهای بین المللی از آن جمله انگلیسی و زبانهای بین آسیایی از آن جمله روسیه بدانند، چون که باز میگم که سال 92 وقت بس میکروفون محکمه باید دروغ نگو در زبان بین المللی و این گپای بین المللی تریار نزنه. شما مکتب برای خاطر کسانی کشاد است که اونها زبان روسی را نمیدونند باید زبان روسی را با آموزن اونها بروند، به خاطر این وزارت شغل اهالی مهنتی این مکتب را کشادگی ای. اون کسی که بخواهد دیگر کشور بروه برای اون مشکل نیست، با گنگاکی میتونه پول باشه جنگلگه شوربا. دروغ نگو. خب برادر حسین امروز با میگم که مردمی که در روسیه نمی همسین سال من خودت نو زبان روسی و انگلیسی یاد گرفته، از روی همین ندانستن زبان بعضی نفرها ما را به جمشید روشن انا پریکول کردن. به همین خاطر باز همین یک غمخواری است که امروز نه تنها زبان روسی بلکه زبان ترکی، زبان عربی، زبان انگلیسی، تمام مؤسسه‌هایی که پوشیدگی‌اند نویسندگی که آموزش زبان‌های خارجی از آن جمله روسی، انگلیسی، عربی و ترکی بخون. وقت دیگه کشور رفتی رنگی نمی خودت در مسکو جاروب میزدی کو نمیفهمیدی جاروب خیالی مقصد که ارسی خطی جاروبون میشید هم خیلی میگفتی دیگه هم خیلی نگوید به زبان روسی بدانش چی میشوه. فهمیدی برادر حسین اشورو؟ مشکلی نیاده برای مهاجرا را زبان هم باید بیاموزین به خاطر که در آینده مهاجر میشین. فهمیدی برنامه در آینده آیا یک شهروندایی که زبان بدونن این جای بزی میشه؟ این به برنامه‌گی حکومت های اونم کسی که چاپلوسیش کرده شده کو این به برنامه‌گی همو است. دیدی باز تأخیر داری. من تا تأخیر نگرم ناشرگی سری کلت من تا یکم بار تأخیر کردم. یک برنامه رحمانوف تو برای من بگو از اینکه سواد نیست نه حکومت سواد داره نه او کسایی که در حکومت میشینن نه اونها اداره دولت هم میفهمن و خودت هم یک با مثل همون یک آدمی که خوگزن سبحان الله چی بات یک نفره که خاصتا از شهروندی عادی میبره از وطنش دفاع میکنه خوگزن چاپلوس در حالی که تو قدرت نداری، در حالی که تو یگان نمو استاد رشتگی نمی یوتیوب در قدرت داری تمام. تو خدای نخواسته پگه اگر ترا رئیسی یا محله مونن مردم کید منشب میگینی میکشی اگر یک از بزیدت گذنه. این اشتباه میکنین، این خطای شما است. شما در اون رژیم وقتی که زندگی کردگی هستین شما فکر میکنین که هر کسی که بیاد در سر قدرت و عیناً همین کارا میکنه. از همین خاطر این اشتباه شما است. سابق این گپ بوده در کشورهایی که در اونجا نظامشون تئوکراتیا بوده، اما نظام ها زمانی که با نظام دموکراتی عوض شد قدرت در بین مردم تقسیم شد و بالاخره قدرت فقط در مردم برابر بود. اونجا کسی بالای کسی زوری نمیکرد. از همین خاطر این ایدئولوژی که در سر شما هست از سابق ماندگی است. هر کسی که باز اگر تو پگاه بیاد در سر قدرت با تو دزدی میکنی. برای همین خاطر یک سوالت میتیم تی قدر غم ملت هم میگو میخرم. یک لحظه ما وقت خطی برادر زوی نکنیم. آقای حسین دیگر یک سخن گفتنی باشین بفرمایید. برای وطن گفتید برای چی تاجیکستان به تماشای سیوز نمیگراید؟ این یک سوال. من گفتم من تمام شهرانده میگردم قرقیزا از تاجیکا در روسیه نقض کار کرد.
احوالشون نقص. چونکه بهان چی میگه تماشین سیوزنده پتن کاریابیشان آسان قرغیزای. بله. انمی یک مسئله ده تاکه مردم دیمیگه عذاب میکشد. غیر انمی اکو پرابلم بسیار رو چی میگه همین مسئله های یک موندن در کار. انشاءالله این مسئله ها را ما در بین مردم موندگیم که مردم باید خودشون فکر کنن که امروز درک بکنن که اینا وقتا که لاف از وطن میزنن اینها وطن حمایت نمیکنن. فرزندای ما و شما میروند قربان میشوند وطن گفته، اما اصل در پشت این وطن مال و اموال و سلطنت اینها حفاظت میشود. این است بازی. و مثل همون جادوگری که ما گفتیم در اول صحبت، جادوگری که یک بت برای مردم ساخت که مردم ایرا عبادت کنن و برای این خیر بکنن و برای این مالشون صرف کنن، حتی جانشون برای بتین. و هر کسی که میومد در این بت یک گوسفند خیر میکرد جادوگر میگرفتش. و امروز هم مردم وقتی که وطن گفتن میروند جانشون میتین، مالشون میتین، اینجا وطن اصلا مطرح نیست. اینجا حمایت رحمونو کرده ایستادن، نه این که وطن ها. فرزندای کشور میروند زندان میشوند، اخیر در لافی وطن میشود. چی میگن؟ ما به خاطر امنیت این کشور این کسا را زندان کردیم. اون فرزند این سرزمین بود. کسی کشته میشود، جان او گرفته میشود، خودی همین حکومت میکششون. قاتل اونها مادامی که پیدا نمیشود، پس معلوم است که اینجا قاتل خود حکومت است. خب به هر صورت آقای حسین تشکر زیاد. اینجا دیگر برادرها در استودیو با ما هستن، اونا را ما قبول کنیم ان شاء الله در آینده دیدن که چه خیلی وارد استودیو میشین. خدا یارتون.